الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم و على آله و صحبه اجمعین. و بعد دوستان نهایت عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با سلسله درس های آموزنده اسلامی برای کودکان، امروز هم درس دوم ما چی میشه؟ شروع میشه. در درس دوم ما و شما مفهوم بسم الله الرحمن الرحیم است و شناخت الله است. قبل از اینکه این درس آغاز بکنیم، درس گذشته را از محمد جان یک بار میپرسیم که یاد گرفته یا نگرفته. محمد جان، بله. درس گذشته ما در رابطه با اعوذ بالله بود. میتونی که برای ما بیان بکنی؟ بله. شروع کو بخیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به الله از شر شیطان رانده شده. شیطان کسی است که ما را میگه فریب میده. شیطان کسی است که برو گیربازی کن. شیطان کسی است که برو پیام بازی کن. آفرین. دشمن کی است شیطان؟ دشمن الله. آفرین، دشمن الله است. خیلی عالی، ماشاءالله، بارک الله محمد جان. یا هم دشمن خدا. ماشاءالله، خیلی عالی. امروز درس ما در چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. معنی بسم الله الرحمن الرحیم این است که به نام الله بسیار بخشاینده و بسیار مهربان. چرا ما به نام الله شروع میکنیم؟ مشرکین به نام بت‌هایشان شروع میکردن، میگفتن به نام بت‌های ما صحیح بسم الله لات و منا و همونطور نام میگرفتن. و مسلمان ها به نام کی شروع میکنن؟ به نام الله. چرا که الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله میگه تو به نام کی شروع بکن؟ به نام کی؟ الله. پس ما شما به نام الله شروع میکنیم و ما باید در قدم نخست از همه چیز شناخت از کی داشته باشیم؟ الله. بلند بگو، از کی شناخت داشته باشیم؟ الله. ماشاءالله. الله متعال اول چی بدانیم؟ پیدا کننده آسمان، زمین، همه مخلوقات، کائنات، همش کی را بدانیم؟ الله را بدانیم. صحیح است؟ مثلا کوه ها، دریاها، آسمان، زمین، مهتاب، آفتاب، ستارگان، دریاها، دشتها، همه چیز کی پیدا کرده؟ الله پیدا کرده. میوجات، مثلا اینی چی را میخوریم؟ انگور میخوریم محمد جان. ایوانات همه چیز، گاو، گوسفند، گوساله، بزک، اینها رو کی پیدا کرده؟ الله پیدا کرده. ماشاءالله. پرندگان مثلا کفتر را کی پیدا کرده؟ الله. مرغ کی پیدا کرده؟ الله. ماشاءالله، خیلی عالی. کل چیز الله پیدا کرده. پس الله متعال از در مقابل اینها از ما چی میخواد؟ در مقابل از ما شکر میخواد که ما چی بکنیم؟ شکرش را به جا بیاوریم و الله را بشناسیم و نافرمانی الله را چی نکنیم. همیشه از الله و رسول الله چی بکنیم؟ اطاعت بکنیم. آنچه که الله و رسول گفته چی بکنیم؟ بالای خود عمل بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این بود درس چی؟